سلام به عشقای داشت متین، حالتون چطوره؟ امیدوارم هر جا هستین حالتون خوب باشه. رفقا زدم با ویدیو جدید و البته رفقا 0 تا 100 شاتگان پلیر خوب شدن رو براتون آوردم که تا همین ماه آینده با این چیزایی که بهتون میگم بتونید یه شاتگان پلیر نامیس بشین و همه رو خیلی راحت وانشات کنید. خب رفقا بدون معطلی بریم که ویدیو رو شروع کنیم. لیتس گو. خب رفقا اولین چیزی که شما باید رعایت کنید اتچمنت و پرکه. حالا رفقا این دوتا اتچمنتی که الان میاد رو صفحه رو وردارین، یکیش واسه اچ و یکیش واسه کیاره. این دوتا بهترین شاتگان نه که میتونید وردارین. بیوای هم خوبه ولی به پای این دوتا نمیرسه. به نظر من بیوای ارزش نداره تو درو بکشش. به نظر من این دوتا اتچمنت رو فعلا وردارین. حالا رفقا ببینید میخوام چیزی بهتون نشون بدم. از این رنج ببینید الان من اینو میزنم، الان حدودا 200 نه 200 هم که نبوده کنم چند تا بود اجی دوتایی خورد حواسم نبود. ببین الان دقیقا از این رنج 56 تا. الان من دقیقا همینجا علامت میزنم. الان میام با پرکا، بهترین پرکایی هم که میتونی بردارین یکی لانگ بریل، یکی لانگ رنج، یکی هم بازوی. این ستا رو برداریم واسه شاتگان. میام از اینجا اینو میزنم 144 تا دمیج داد. اون موقع چقدر داده بود؟ 56 تا. یعنی رسما 2-3 برابر کرد دمیجشو. باورتون میشه؟ الان مثلا فکر کن من الان از این رنج قاعدتا اون موقع نمیتونستم وان شات کنم دیگه، اما الان راحت نگاه کنین از کجا داره وان شات میکنه. اصلا شاتگان دیده بودین با پرک اینطوری بشه؟ خیلی این پرک تاثیر داره روی بازی. حالا رفقا اینا رو که ما گفتیم من حتما پرک و اتچمنت هم داشته باشین. حالا بریم شما سراغ آموزش عادی. ما میایم یعنی آموزش اصلی ما فرض بر این میکنیم که شما الان چیز دارین، پرک و اتچمنت درست دارین. حالا شما باید نامیس بشین. چطوری؟ ببینید رفقا یه سری رو دیدم اینطوری تو انمی رو میبینم تو هوا تیر میزنم ممکنه اینکه یکیش به انمی بخوره. خب رفقا این اشتباهه. خشاب شاتگانتون 7 تا الی 8 تا تیر جا میگیره که این خیلی بده. اگر همینطوری تو هوا تیر بخواین بزنین سری تیرتون تموم میشه و انمی با یه تق شما رو میزنه. پس شما باید چی کار کنید رفقا؟ باید ببینید باید اول مطمئن بشین که ایمتون رو انمیه و بعد بزنین. الان با خودتون میبینید اینکه خیلی طول میکشه ما تا ببینیم ایممون رو انمی و مطمئن بشیم انمی ما رو زده، ولی نه. خب الان دقیقا مشکلم همینه. ممکنه واسه این کار شما کلی 30 ثانیه حتی طول بکشه. 30 ثانیه خیلی زیاده واسه چند تا مرحله کوچیک تا اون یارو رو بزنین. حالا باید چیکار کنین رفقا؟ باید انگشتاتون رو فرض کنین که کل این کارا رو مثل الان من داخل چند ثانیه انجام بدین و خیلی اصلا براتون طول نکشه. ببینید من دارم داخل چند ثانیه کل این کارا رو انجام میدم. اصلا نباید بیش از 6-7 ثانیه این کاری که من میگم طول بکشه و خیلی سریع کل این کارا رو انجام بدین. حالا این واسه نامیس شدنتون. من خودم هم حتی الان خیلی میسینم و همچنان در تلاشم که خودم رو نامیس کنم. داخل ویدیو هم احتمالا متوجه شدیم. حالا این از نکته سوم که باید نامیس میشدید. حالا نکته بعدی چیه رفقا؟ یه سریاتون فقط هیپ فایر میزنین، با یه سریاتون فست، یه سریاتون هم هر دوتاشون میزنین که اون یه سریایی که هر دوتاشون میزنن خیلی خوبن چون هرچی بردارن راحت میتونن چی کنن. ببینین رفقا شما باید واسه ببینین اچس و کیانم هر کدومشون یه چیزشون خوبه. یکیشون هیپش خوبه اون یکی فستش. حالا کدوم هیپش خوبه کدوم فستش الان بهتون میگم که اگه هیپ فایر پلیرین کدومو بردارین، اگه فست میزنین کدومو، و که هر دوتاشو میزنین که اصلا فرقی نمیکنه قاعدتا براتون، چون هر دوتاش دیگه میتونین استفاده کنین دیگه، چون یکیش هیپ یکیش هم فست. رفقا اگه هیپ فایر میخواین بزنین 100 کیارمو بردارین که هیپ فایرش خیلی خوبه، به شدت خوبه هیپ فایرش نسبت به اچس. اما اگه میخوایم فست بزنید اچس بردارین. اتچمنت اچس که بهتون دادم کلا اچس هیپش خیلی مالی نی.
و باید باش فست بزنین. اما اگه هر دوتاشو میزنین فرقی نمیکنه، یکیشو از دلا بکشید برین درجا بچه وین کنیم. رفقا یک اسنجی پلیر همیشه به شما از شما دور میشه که شما که شاتگان دارین نتونین رو بزنین. حالا شما باید چی کار کنین؟ رفقا شما باید با کلی موون جوری که اصلا اون نتونه تیر رو بهتون بزنه نزدیکش بشین آروم آروم و بزنین بهش و اصلا اجازه ندین وقتی شاتگان دستتون کسی ازتون دور بشه. اگر دور شد درجا برین پشت کاور و فرار کنین. اما باید با موون سری خودتون رو برسونین به یارو و یه تق بزنین و یارو رو بمیره. رفقا این بود از تمام نکتهایی که باید بهتون میگفتم و گفتم میگه. آره الان ببینین من خودم عادتم معمولا فست بزنم ولی الان دارم هیپ میزنم چون من الان کیارم دستمه و اچس الان ببینین داخل لودات شماره 0 و الان نمیتونم بگیرم دستم. این کیارم دیگر بندازم. نگاه کنین مجبورم الان من هیپ بزنم چون کیارمه برای هیپه و فستش در اون حد قوی نیست و رفقا بهتون میگم با HS هیپ نزنین و با کیارم فست نزنین، هر کدومشون واسه چیز جدا. خب رفقا این بود از تمام نکاتی که باید بهتون میگفتم. خب عشقای داشمتی مرسی که تا آخر ویدیو با من همراه بودین. یادتون نره که حتما ویدیو رو لایک کنید، چنلم سابسکرایب کنید و زنگوله نوتیفیکیشن رو بزنید روی آل که ویدیو بعدی رو از دست ندین و تا ویدیو آینده خدافظ.